درود به تمامی زبان آموزان عزیز. فصل 26 درس اول. این فصل 26 رو ما شروع کردیم با چه مبحثی؟ با مبحث کنیوکسیونن، یعنی حروف ربط در زبان آلمانی. موضوعمون چیه؟ Satzverbindungen mit Konjunktionen، یعنی وصل کردن جمله ها به هم با حروف ربط. و این جلسه که جلسه اول از فصل 26 هست، ما میخوایم در مورد کاوزال زت صحبت کنیم که ببینیم با چه حروف ربطی ما میتونیم جملاتی که کاوزال زت هستن رو به همدیگه وصل کنیم. اگر میخواید این موارد رو در مورد کاوزال زت یاد بگیرید، این جلسه رو همراه ما باشید. منصور نظری هستم، به کانال دویچ کدینگ خوش آمدید. دوستان، اگر از این سری ویدیوهای آموزشی که به روش کدگذاری هست لذت میبرید، یادتون نره مثل همیشه از ما حمایت کنید، انرژی خوبتون رو به ما منتقل کنید که بتونیم با قدرت و انگیزه بیشتری این روش کدگذاری رو ادامه بدیم. و اینکه اگر از این ویدیو لذت بردید، در پایان حتما لایک کنید. اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، لطفاً همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و عضو کانال ما بشید. ما رو به دوستانتون معرفی کنید. همونطور که گفتم، این جلسه اول از فصل 26 هست که ما کنیوکسیون ها رو شروع کردیم، یعنی حروف ربط در زبان آلمانی. نقش این حروف ربط چیه؟ این که دو تا جمله رو میتونیم از طریق این حروف ربط به همدیگه وصلشون کنیم. حالا این جلسه که جلسه اول هست از فصل 26 میخوایم در مورد کاوزال زت صحبت کنیم. دوستان، من 3 تا کنیوکسیون به شما اینجا میخوام معرفی کنم که معنی کاوزال زت رو میده. یعنی ما با اینها میتونیم کاوزال زت درست کنیم، یعنی جمله‌ای که علت رو بیان میکنه. کاوزال زت یعنی جمله‌ای که علت رو بیان میکنه، یعنی یه پیامد منطقی رو شما دنبال میکنید. حالا به شما میگم که یعنی در صفحات بعدی منظور از این حرف یعنی چی. ما این 3 تا رو به شما معرفی میکنیم: weil, da, denn. weil، خب دا که این در واقع داداش همین وای هست. حالا به زبان فکر میکنم زبان شیرین اصفهانی هست، میگیم دادا. دادای این وایل هست. بهتون در قسمت‌های بعدی میگم چرا این کد رو گذاشتیم. و این هم گن. بریم از این وایل شروع کنیم، ببینیم که ما چجوری میخوایم این جمله سازی رو با این وایل انجام بدیم و چجوری میتونیم 2 تا جمله رو با وایل به هم دیگه بچسبونیم. بعد میریم سراغ دا و بعد میریم سراغ دن. بریم سراغ قسمت اول. وایل کاوزال زت، یعنی جمله‌ای که علت رو بیان میکنه و با وایل بیان میشه. یعنی وایل اولین کنیوکسیون یا حرف ربطی هست که من میخوام اینجا به شما معرفی کنم. خب دوستان، اینجا حالا 2 تا مثبت من گذاشتم، فعلا نمیگم یعنی چی. اول این 2 تا جمله رو اینجا من این قسمت جدول و این قسمت رو میخونم، بعد در مورد این بالا توضیح میدم. میگیم Ich lerne viel. من خیلی درس میخونم. Ich lerne viel، یا من خیلی یاد میگیرم، خیلی درس میخونم. جمله دوم Ich möchte eine gute Note bekommen. من میخوام یه نمره خوبی رو بگیرم، یه نمره خوبی رو دریافت کنم، یه نمره خوبی رو بگیرم. 2 تا جمله داریم، جفتش مثبته، یعنی من خیلی درس میخونم. پیامد این خیلی درس خوندن چی میتونه باشه؟ در ادامه باید بگم که میخوام نمره خوبی بگیرم دیگه، یا اینکه میتونیم کاوزال زت رو اینجا بیان کنیم که چرا اینقدر درس میخونی، چرا خیلی درس میخونی؟ چون میخوام نمره خوبی رو دریافت کنم، چون میخوام نمره خوبی رو بگیرم. چون یعنی همین وایل. اینجوری نوشتم Ich lerne viel, weil ich eine gute Note bekommen möchte. من خیلی درس میخونم چون. چرا خیلی میخونی؟ چون من میخوام یک نمره خوبی رو بگیرم. این وایل اینجا فعل رو
انداخته آخر، صفحات بعدی با کدگذاری به شما این رو آموزش میدم. فعلا فقط داریم آشنا میشیم. پس 2 جمله مثبت بودن، من خیلی درس میخونم و اینکه میخوام نمره خوبی دریافت کنم. یعنی پیامد این خیلی خوب درس خوندنه میتونه این باشه که من نمره خوبی دریافت کنم. یکی از من بپرسه که چرا، میگم چون نمره خوبی میخوام بگیرم. پس این یه پیامد لوگیش هست، یعنی منطقیه. خب حالا بریم سراغ قسمت بعدی. خب بیایم صفحه بعد اینجا. حالا این 2 جمله‌ای که من اینجا نوشتم منفی هن. خب میگم که من نمیرم پیاده روی. Ich gehe nicht spazieren. من نمیرم پیاده روی. Die Sonne scheint nicht. یعنی که هوا انگار آفتابی نیست. یا اینکه میگیم که خورشید نمیدرخشه، نمیتابد. ولی مفهوم کلیش اینه که هوا آفتابی نیست، انگار هوا خرابه. میگیم که چرا نمیری پیاده روی؟ چرا؟ به چه علت؟ واقوم؟ چرا نمیری؟ چون خورشید نمیتابد، چون هوا آفتابی نیست. پس میگم ich gehe nicht spazieren. خب من نمیرم پیاده روی weil die Sonne nicht scheint. چون اون خورشید نمیدرخشه، چون هوا آفتابی نیست. باز هم نگاه کنید scheint اومد آخر، چون اینجا ما while داشتیم. while فعل رو میفرسته آخر جمله. پس میگیم weil die Sonne nicht scheint که ما حالا 2 جمله که منفی بودن رو اینجا آوردیم. پس میگیم چرا نمیری پیاده روی؟ چون هوا آفتابی نیست، هوا خرابه. بریم سراغ قسمت بعدی که یاد بگیریم که چه شکلی از while استفاده کنیم به روش کدگذاری. تا الان فقط باهاش آشنا شدیم که کاوزال زاتس هست، جمله‌ای که ما while رو میاریم یعنی علت رو بیان میکنه در جواب واقوم، چرا. اولین مثال من براتون بخونم. Ich gehe in die Bibliothek weil ich ein Buch brauche. من میرم به کتابخانه چون من یک کتاب نیاز دارم. چرا میری به کتابخونه؟ واقوم؟ چرا میری به کتابخونه؟ علتش رو باید با while بگم، چون من یک کتاب نیاز دارم. دوستان نگاه کنید اینجا، من با این رنگ سفید، فعل براوخه اومده این آخر. خب این while رو نگاه کنید که ما علت رو داریم اینجا باش بیان میکنیم. این کنیوکسیون هست که داره این 2 جمله رو به همدیگه انگار میدوزه، به هم وصلش میکنه و این که ما علت رو داریم باش بیان میکنیم و قانونش اینه که while فعل رو همیشه میفرسته آخر جمله. اگر آخر جمله کسی فعلش رو نفرسته واویلا درست میکنه این آقا، یعنی واویلا میشه. پس یادتون باشه برای اینکه واویلا نشه فعل رو همیشه ببرید آخر جمله. فعل به صورت صرف شده، یعنی من اینجا چون ایش دارم براوخه نسبت به این ایش صرف شده، با نومیناتیو هم صرف شده. فعل رو به صورت مصدر نبرید آخر رو، فعل باید به صورت صرف شده بره آخر. یعنی اگر من این while رو نداشتم دوستان باید این جمله رو اینجوری می نوشتم Ich brauche ein Buch. من نیاز دارم یک کتاب. خب وقتی که while میاد فعل به صورت صرف شده میره آخر، یعنی اون چیزی که قرار بوده تو جایگاه 2 باشه، اینها جایگاه 2 من اینه دیگه تو جملم، اون میره آخر. یعنی بعد از این یادتون باشه چیزی که تو جایگاه 2 هست اون میره آخر جمله، یادتون باشه. پس اگر نبرید اون آخر این آقا واویلا درست میکنه، یادتون باشه که حتما ببرید آخر. قسمت بعدی konnte nicht schlafen weil Schmerzen hatte. او نمیتونه بخوابه، یعنی اون آقا نمیتونه بخوابه. weil چرا نمیتونه بخوابه؟ واقوم؟ چرا؟ چون اون درد داره، چون اون درد داره به خاطر همین نمیتونه بخوابه. نگاه کنید اینجا
while اومده و اینکه فعل من hatte هست که با این er صرف شده و رفته آخر. منم حواسم جمع بوده که بفرستمش آخر وگرنه واویلا میشه. while اگر فعل رو نفرستیم آخر این آقا واویلا درست میکنه، واویلا میشه. پس while فعل رو میفرسته آخر. این جملم در واقع این بوده دوستان. اگر while نبود میگفتیم hatte Schmerzen. چیزی که تو جایگاه دو هست اون میره آخر. اینها ببینید اومده آخر. بریم سراغ مثال بعدی. میگیم توماس mag Michael nicht weil immer lügt. توماس میشائیل رو دوست نداره. چرا دوستش نداره؟ چون immer lügt، چون اون همیشه دروغ میگه، به خاطر همین دوستش نداره. پس وقتی میگیم warum چرا دوستش نداره، میگیم immer lügt، چون اون همیشه دروغ میگه. اومده، یادم بوده که باید فعل همیشه بره آخر وگرنه این آقا واویلا درست میکنه. فعل میره آخر و اینجا نگاه کنید چون داریم lügt یعنی lügen دروغ گفتن صرف شده با این و رفته آخر. یعنی چیزی بوده که جایگاه دو بوده. من اگر رو در نظر نگیرم جملم این بوده lügt immer، او دروغ میگه همیشه. اون فعلم lügt هست و اون رو بردم آخر. خب صرف شده. قسمت بعدی Sie sollten ihren Regenschirm mitnehmen, weil es draußen regnet. شما میبایست چترتون رو همراهتون ببرید. شما باید چترتون رو همراهتون ببرید. چرا باید چترم رو همراه خودم ببرم؟ Weil es draußen regnet، چون بیرون بارون میاد. به خاطر همین داره میگه که باید چتر رو همراه خودت ببری. while علت رو بیان کردم و فعل regnen یعنی باران باریدن با اس صرف شده. یعنی من اگر این while رو در نظر نگیرم جملم این بوده es regnet draußen، یعنی بیرون بارون میاد. while رو آوردم، این آقا برای اینکه واویلا درست نکنه این فعل رکنت اومده آخر جمله به صورت صرف شده. بریم سراغ مبحث بعدی. دا کاوزال زاتس. اینم در واقع دا جمله ای هست که علت رو بیان میکنه. دو تا جمله رو به هم انگار وصل میکنه، به هم میدوزه. کنیوکسیون هست. دوستان این دا معانی مختلفی داره. ممکنه دوستان بیان بگن که مثلا اینجای کتاب این دا هست پس چرا این مفهومش معنی مثلا علت بیان کردن نیست؟ نه، معنی دیگه‌ای هم داره. ما داریم در مورد نقش کنیوکسیونش صحبت میکنیم. یعنی وقتی که نقش حروف ربط رو داره اینجا میگیم که علت رو بیان میکنه. خب نگاه کنید اینا شدن 2 نفر. این کوچیکه است که الان وایل بالا خوندیم، اینم داداش اونه. به زبان شیرین اصفهانی بگیم دیگه، دادای اونه. یعنی اونم مثل این شر درست میکنه، واویلا میکنه اگر فعلمون نره آخر. بخونیم ببینیم چجوریه داستان. میگیم ich mache einen Ausflug، من یک گردش و پیکنیکی رو انجام میدم، یعنی اینکه پیکنیک میرم. da das Wetter schön ist، چون هوا زیباست، یعنی هوا خوبه، یعنی هوا مساعده. حالا زیبا معنی نکنیم، بهتره بگیم چون هوا مثلا اوکیه، چون هوا خوبه، مساعده. das Wetter schön ist. خب میگیم که اینجا من یه پیکنیکی رو میرم. چرا؟
چون هوا مساعده. نگاه کنید دوستان، اینجا هم دا اومده، فعل اومده آخر. یعنی انگار من این دا رو وردارم دوستان، اگر وایل هم بذارم جفتش درسته. وایل و دا جفتشون درسته، جفتشون علت رو بیان میکنن، جفتشون هم فعل رو میفرستن آخر جمله. پس به خاطر همین میگم این دادای اون وایله، این هم شر درست میکنه، واویلا میکنه که فعل رو نفرسته آخر. پس من اگر این دا رو در نظر نگیرم میگم das Wetter ist schön، یعنی هوا هست مساعد، خوب. خب پس این هم اینجا فعل رو فرستاد آخر. خب بریم سراغ قسمت بعدی. Ich gehe zum Metzger، من میرم به قصابی. چرا میگه قصابی؟ Da ich Fleisch brauche، چون من گوشت نیاز دارم. چون من گوشت نیاز دارم به خاطر همین دارم میرم قصابی. ببینید علت رفتنم رو با دا بیان کردم. این دا الان به شما گفتم دادای وایله، یعنی من اگر دا رو بردارم وایل بذارم بازم درسته. پس این داداششه، نگاه دادا این بزرگ است. اینم براوخه اومده آخر، با ایش هم صرف شده. من اگر دا رو در نظر نگیرم جملم این بوده ایش براوخه فلایش، من گوشت نیاز دارم. حالا وقتی میخوام بگم چون گوشت نیاز دارم میگم دا ایش فلایش براوخه. این از این. بریم سراغ دن. دن دوستان معنی پارتیکل هم هست و اینکه من بازم اینجا یادآور میشم که دن رو ما داریم در حالت کنیوکسیونش رو در نظر میگیریم، یعنی حرف ربط. حرف ربط که حالا الان میبینیم میگه قبلش اینجا انچولگون، میبینید کما هست، اینا انچولگون. یا این هم کاوزال زاتس هست، یعنی جمله هست که علت رو بیان میکنه. پس ما تا الان 3 تا شد دیگه، یکی وایل بود، یکی دا بود، حالا الان دن. دن هم کاوزال زاتس هست، یعنی جمله‌ای که میاد علت رو بیان میکنه. خب من میخونم و خیلی ساده است، یعنی انقدر ساده است که عاشق این استفاده کردن دن میشیم توی جملات. میگیم Ich gehe heute nicht zur Arbeit denn ich bin krank. من نمیرم امروز سر کار. من امروز سر کار نمیرم. طرف میگه چرا؟ واقوم؟ چرا سر کار نمیری؟ denn ich bin krank، چون من هستم بیمار، چون من مریضم. دوستان نگاه کنید اینجا وقتی ما دن رو آوردیم من 4 تا صفر اینجا در نظر گرفتم. یعنی دن رو نگاه کنید، من این دن رو خود شما حالا اگر جدا هم بنویسید، من این رو به حالت صفر در نظر گرفتم. این 1 صفر، این 1 صفر، اینم صفر و اینم صفر. 4 تا صفر در نظر گرفتم. یعنی ما دن رو هیچ وقت آدم حساب نمی کنیم. جالبه نه؟ میگیم هیچ وقت انگار به حسابش نمیاریم. من اینجا نگاه کنید، دستمو بزنم رو این جمله معمول من اینه Ich bin krank، من هستم مریض. نومیناتیو، ورب و ادجکتیو، جمله روتینه. وقتی دنم میاد انگار انقدر بیخاصیته، هیچ تغییری اینجا ایجاد نمیکنه، شرم درست نمیکنه، واویلا هم درست نمیکنه که یالا فعلو بفرست آخر. بیخاصیته، پس آدم حسابش نمیکنیم. 4 تا صفر رو ببینید در حد همون صفر مطلقه. خب پس میگم که من نمیرم امروز سر کار چون من بیمار هستم. denn ich bin krank. یه دنو میارین جمله معمول خودتون رو مینویسین، فاعل، فعل و صفت. خب مثال بعدی Ich kündige denn ich habe einen besseren Job gefunden. من استعفا میدم، kündigen من استعفا میدم
چرا استعفا میدم؟ چون من یک شغل بهتری رو پیدا کردم. denn ich habe einen besseren Job gefunden. چون من یه شغل بهتری رو پیدا کردم. دوستان نگاه کنید، همون چیزی که به شما گفتم، denn بود و نبودش فرقی نمیکنه. نومیناتیو، verb و هیچ تغییر ایجاد نکرده. واویلا درست نکرده که فعل رو بفرستیم آخر. پس دن رو ما صفر مطلق در نظر میگیریم، یعنی اصلا آدم حسابش نمی کنیم. پس من میگم که چون من یه شغل بهتری رو پیدا کردم. قسمت بعدی میگیم ich gehe nicht zum Sport denn ich fühle mich krank. من نمیرم به ورزش. من نمیرم ورزش. چرا نمیرم ورزش؟ چون من احساس مریضی میکنم. چون احساس میکنم مریضم. denn ich fühle mich krank. ببینید اینجا ich نومیناتیو، فعل fühlen که رفلکسیو هم هست، یعنی انعکاسیه. این رو توی مبحث در واقع ضمایر انعکاسی و افعال انعکاسی به شما آموزش دادیم. دوستانی که ندیدن میتونن از توی پلیلیست پیدا کنن و درس های مربوط به اون فصل رو تماشا کنن. پس کانک هم اومده آخر. این دن بود و نبودش فرقی نمیکنه، پس استفاده ازش خیلی ساده میتونه باشه. خب دوستان، این مبحث یعنی فصل 26 که شروع کرده بودیم درس اولش تموم شد. درس های بعدی رو هم حتما دنبال کنید. مثلا بقیه کنیوکسیون ها رو به روش کدگذاری به شما آموزش دادیم. اگر از این مبحث لذت بردید لطفاً همین الان لایک کنید. اگر هنوز عضو کانال ما نشدید لطفاً همین الان بتونید سابسکرایب رو بزنید تا عضو کانال ما بشید. اون زنگوله بغل رو هم لطفاً فعال کنید تا هر وقت ویدیو جدیدی منتشر میشه شما با خبر بشید. و اینکه حرفی نمیمونه، منتظر انرژی خوب شما هستم. به خدا میسپارمتون. چیز